رسیدن به مقام مخلصین چه اعمالی باید انجام داد؟ رسیدن به مقام مخلصین چه اعمالی لازم؟ رسیدن به مقام مخلصین چه اعمالی لازم؟ انجام بدهد عمل مخلصین را. عمل مخلصین چیه؟ بله، تا اخلاص از طرف ما نباشد، اخلاص از طرف اونی که طالب اخلاص است نیست کی. اون به حسب صورت دایرمدار این است که ما اختیار بکنیم عبودیت خالصه را یا اختیار نکنیم عبودیت خالصه را. ما تا اخلاص نکنیم او آثار اخلاص خودش را که مخلص بودن ماست ترتیب نمیدهد. باور کن غربت را غصه را